ما همین اتوبوس داریم، اتوبوس کار میکنیم. همین وقتی بامداد و شام میشه همین بامداد مثلا قرآن زمستان میشه بامداد میشه ساعت 6:40 یکم رئیس ما 6:40 میشه همین میشه که ما بامداد 5 minut پیش بخونیم مثلا 6:35 ساعتی چند بامداد میدراید؟ هر خیلی زمستان 6:40 میشه زمستان روزا در شام میشه ساعت 3 уже شام میشه الان تابستان اسپید کار کی سر میشد برادر عزیز؟ اگر اتوبوس بامداد ساعت 6:40 سر میشه یکم رئیس بامداد چند میدارد؟ مثلا همین شبانه روز این پگاهی ساعتی چند؟ همین روز بامداد ساعت چند میدراید؟ همین روز بامداد ساعت 6 4 20 بود ده تابستان اسپید میکنه فقط زمستان انا بعد در مسئله شام ده مثلا نمی کنیچکا ده уже شام уже 5 minut موندن به شام уже وقت میشه اگر او پارا بریم شام قضا میشه یا که بامداد هم قضا میشه همیشه بخواستیم میفهمه برادر میشه عزیز که 5 minut پیش بخونیم نماز را 1 دقیقه از وقتش پیش خوانده نمیشد. 1 دقیقه از وقتش پیش خوانده نمیشد. از وقتش اگر گذرانید نماز ابتدای وقت دارد و آخری وقت دارد. ابتداش مثلا ساعت 6 سحر باشد انتهاش ساعت 7:45 است. 7:45 خواندید آفتاب که برآمد قضا شد. اگر از ساعت 5:59 حالی بامداد از آن وقتش ندر آمده اگر خوانید نمازتان باطل است از نو میخوانید. الصلاة بین هذین الوقتین نماز بین همین دو وقت است. الحمدلله این از مهربانی شریعت است که برای ما نگفته است که از 6:45 تا 6:50 خوان 5 دقیقه نداده است وقت دارد. این آسانی هست. لیکن ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا الله تعالی میگه که نماز برای مسلمانان وقت فرضی است که موقت است. یعنی حد و حدود دارد سرشوی و آخر دارد تمام شوی دارد باید در همین داخل باید بخوانید. این امتحان است یعنی که شما باید سپارش الله تعالی را از کارهای دنیوی و از کارهای شخصی تان به پیش گیرید. در این حالت مؤمن و مسلمانی شما جدا میشد. بنابراین برادر عزیز الله تعالی تنگ نکرده است. یعنی در مدت تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه در بعضی شهرها 2 ساعت یا 1 ساعت و 30 دقیقه نماز بامداد وقت دارد. در همین حدود میخوانید. یعنی فرصت مییابید دیگه نماز بامداد 2 رکعت است. شاید 2 دقیقه ده خوانده شاید فرضشه. بله 2 دقیقه می ایستید یک استنافته میفروید میخوانید و های میکنید. مردم فکر میکنن که شما یک اتوبوس از نظر گذرانده ایستادید. ما انا بعد مسئله همین شام مثلا ما در همین راهیم تا او کنیچکا را میریم موجه وقت شام شده دیگه تا 30-40 minut میگذره میشه که بریم شام بخونیم یا که قضا میشه. مقصد ببینید شام وقتی که آفتاب که پر نشسته شد شام وقتش میدراید. وقتی که شفق سرخی در افق در مغرب از نظر غایب شده اون طرف هم تاریک شد یا که سفیدی آمد نماز شام قضا میشد. یعنی تقریبا 35 تا 45 دقیقه وقت دارد. یعنی وقت شام از همه کوتاه‌ترین نماز است. ببینید در همین حدود خوانید یعنی از ابتداش تا انتهاش. شام هم 3 دقیقه است برادر عزیز. بله یگان وایمه نیست این نمازها. همین گاه ها بعضی مثلا یک اگر سیگریت کشد یک آدمی شافیار میفروت سیگریت میکشد آدم لام کفانده نمیتواند. یا سیگریت کشی هم همین 2-3 دقیقه وقت میگیرد. نماز از همه کاری مهم است. یعنی همین در مدت 30 دقیقه وقت میآورید میفروید میخوانید 3 رکعت فرضه. اگر رفت و از حدود شهرتان برآمده باشید مثلا بعضی برادرها ماشین اتوبوس های میکنن از پایتخت به یک شهر آدم میبرن از اونجا میبیارن یعنی مسافه قصر میرن زیاده از 100 کیلومتر بیرون شهر میرن. اگر بیرون شهر باشید بله شما امکانیت دارید شما خفتن یک تا کنید. در این حالت یعنی برای شما وقتی نماز با وسیع‌تر میشه در سفر باشه. اما در داخل شهرتان باشید نه. بله برادر